نماز سبب نجات روز قیامت هست. نماز اهمیت خاص دارد. نماز عذر ندارد. آیا میتونی که از یک کشور به کشور دیگر سفر کنی؟ تو باید پاسپورت داشته باشی، تو باید ویزا داشته باشی، تو باید تذکره داشته باشی، مدرک داشته باشی. از یک کشور به کشور دیگر میتونی سفر کنی. ولی تو که در سفر آخرت میری، 60 سال الله بر دو وقت هم داده، 60 سال که تو نماز نخواندی، به حضور پروردگار چی دلیل داری؟ به حضور الله چی حجت داری؟ انسانی که نماز میخواند برهان دارد. انسانی که نماز میخواند، نماز سبب نجات روز قیامت هست. این فایده نماز. فایده دیگر، انسانی که نماز میخواند، این مژده بسیار مژده بزرگ است. آیا میدانیم که ما انسان‌ها نماز میخوانیم، همراه کی یک جا هستیم؟ همرکاب کی می باشیم؟ در صحرای محشر انسان با نماز، انسان‌هایی که در یک صف در دنیا نماز خواندن، همراه انبیاء علیه السلام، همراه شهدا و صالحین و صادقین حشر می شود. این مژده برای نمازگزارا هست، مژده برای جوانها هست. در دنیا میخواهیم که یک انسانی با شخصیت، یک انسانی با حرمت همسفر ما باشد، همرکاب ما باشد، همسایه ما باشد، دوست ما باشد، رفیق ما باشد. ولی یگانه چیزی که ما و شما را همراه به همراه چهار یار رسول الله صلی الله علیه وسلم، همراه صحابه و صادقین شهدا میکنه، فقط نمازی که ما و شما میخوانیم. این فایده نماز هست. نماز اهمیت خاص دارد. اهمیت نماز چیست؟ نسبت به دیگر فرائض نماز فرق میکنه. اگر انسان مریض میشه، باید روزه را بخوری. اگر سفر میکنه، باید روزه را بخوری. اگر توان مالی نداره، تو نمیتونی به حج بری. لیکن نماز ایتو نیست. نماز عذر نداره. در نماز بهانه نیست. اهمیت نماز چی است؟ در وقت سفر تمام عبادت رخصت می باشد. نماز رخصت نیست 4 رکعت 2 رکعت در سفر بخوان. این اهمیت نماز است.